سلام به شما دوستای همیشگی. وقت همه شما به خیر و شادی. دوستان، بعد مذاکرات مسقط وضعیت نظام یه چیزی تو مایه های مسقطیه، یعنی شلوول و بابیلا. اول از شیخ فری شروع کنیم که بعد جوری به پت پت افتاده. از یه طرف یه نیشگون اعتدالی از شیطان بزرگ میگیره و میگه اگر یکی از این کشورهای 5+1 مشکلاتی در داخل کشور خودش داره، اگر در انتخاباتی برنده شده، بازنده شده، اینا به ما ربط نداره. هر کشوری باید مشکل خودش رو در درون کشور خودش حل بکنه. یک کشوری اگر مشکل پیدا کرده، این مشکل رو بخواد بیاد در سطح مذاکرات اون رو تبلور ببخشه، این نه عاقلانه است، نه منطقی است، نه قانونی است، نه با عرف سیاسی سازگاره. بعدم بلافاصله با یه نیش ترمز میره تو خط نرمش ذلیلانه و قسمایه میخوره که هر قر و قمیشی که بلد بوده رو تا حالا رفته. امروز توافق هسته‌ای بین ایران و 5+1 به نفع ایران خواهد بود، به نفع کشورهای 5+1 خواهد بود، به نفع منطقه حساس ما خواهد بود، به نفع جهان خواهد بود، به نفع اقتصاد خواهد بود، اقتصاد جهانی خواهد بود، به نفع توسعه علم و توسعه جهانی خواهد بود. و از همه مهمتر این که این توافق میتونه معاهدات بین المللی رو مستحکم کنه و کشورها میتونن به معاهدات و قوانین بین المللی اعتماد کنن. ایران تلاش‌های خودش رو انجام داده، تعامل‌های لازم رو انجام داده، تعدیل‌های لازم رو در خواست‌های خودش مد نظر قرار داده. حسن فرفره، همه اینا رو گفتی، اما اصل مطلب رو نگفتی. بالاخره این مذاکرات مسقط به کجا کشید؟ آخه با دیپلماسی قیقاج که به جایی نمیرسی کدو. این سوال موشکاف و شریعت نداری تو کیهان ولایت با یه سوال دیگه جواب داده. ملاحظه کنید. مذاکرات مسقط مثل مذاکرات وین و ژنو و نیویورک محرمانه خوانده شد و آن اینکه این مذاکرات نسبت به چه کسانی محرمانه است و نامحرمان چه کسانی هستند. آیا چنین روندی برای قرار دادن جبهه خودی در مقابل عمل انجام شده است؟ وزیر خارجه شیطان بزرگ که در مذاکره حضور دارد و نامحرم تلقی نمی شود. حضور خانم اشتون نیز ظاهراً برای این است که اگر حرمتی در میان است برطرف شود. از آن سو به گزارش هارتز طبق معمول و این بار از سوی جان کری گزارش مذاکرات اخیر به نتانیاهو داده شده است. با این وصف محرمانه نامیدن مذاکره کدام منظور را دنبال می کند؟ این که دیگه سوال نداره، حیف نون. منظوری که دنبال میکنه دست به سر کردن شما دلواپساست. این که میبینید علی گدا هم خفه خون گرفته واسه همینه. اگه بخواد به ساز کوسه برقصه، اون وقت ائتلاف و عمق ته کشیدن استراتژیکشو چیکار کنه؟ اگه بخواد ساز هسته‌ای رو کوک کنه، اون وقت تحریمو چیکار کنه؟ بازم ائتلافو چیکار کنه؟ خلاصم ریش علی گدا و دنب کوسه تو تله گیر کرده. تو این وضعیت نه مسقط درد عظما رو دوا میکنه نه مسقطی.